مثلا ما نریم تو دستشویی همون کنیم یا برای خودمون تو قابلمه آب کم کنیم بریم همون کنیم. چه آرزویی داری؟ وضعمون درست بشه. وضعتون چجوری درست بشه؟ درست. زنگ نزنیم یا مثلا از خونه از خونمون باشه. به دیگران زنگ میزنین چی میخواین؟ پول. فقط دلت میخواد خونه‌تون درست شه؟ هیچ آرزویی برای خودت نداری؟ نه هیچی؟ وقتی خونم درست شه وضع ما هم درست میشه. خب برای خودت سرتو بیار بالا. 5 نفرین؟ بله 5 تا بچه. دلم میخواد پنجره‌مون شیشه داشته باشه. کدوم پنجره؟ این شیشه نداره، از اول هم نداشته؟ نه از اول نداشت. دستشویی هم با پارچه پوشوندیم، شیشه نداره. حمومتون هم همینجاست مثلا؟ آب گرم میریزیم اجاق گرم میکنیم تو قابلمه به سختی میاریم چه هم سخت شیربونیه؟ آفتاب میزنه گرم میشه که اینجا میشه جهنم. شما میتونی همون دستشویی رو درست کنیم؟ آره که میتونم. پنجره‌تون هم براتون درست میکنم. خوبه؟ آره؟